علی اکبر یا ابراهیم عسکریان زوکا در اول فروردین 1329 در محله نیاوران تهران متولد شد. دوران ابتدایی را در دبستان شمیران و دوران متوسطه را در دبیرستان ستاره صبح گذراند. در 15 سالگی به همراه دوستانش اولین گروه موزیک خود را تشکیل داد. در خرداد 1346 گروه لیتلز را با حضور 3 نوازنده گیتار و 1 نوازنده درامز تشکیل داد. او نخستین خواننده‌ای بود که به نام ابی فعالیت خود را آغاز کرد، اما طی سالهای 50 تا 52 از فعالیت هنری دور ماند و در همین زمان ابراهیم حامدی با نام هنری ابی شناخته شد. چون این بود که در بازگشت مجدد گروه لیتلز او را با نام هنری ابی لیتلز شناختند. او با اجرای آثار گروه‌های معروفی چون بیتلز، رولینگ استونز، انیمالز و بی جیز شروع به کار کرد. 2 صفحه مهتاب و قلب شکسته در سال 46 منتشر شدند. سپس صفحه 6 و 8 و فاطمه سلطان در سال 1347 به بازار آمدند و مورد توجه مردم قرار گرفتند. در سال 1352 در کنار اریک آرکانت، بیژن قادری، مسعود امینی و همایون خواجه نوری در گروه سینگ سینگ با مدیریت اریک مشغول به فعالیت مجدد شد و به اجرای ترانه‌های دمیس روسوس پرداخت. ابی لیتلز از پاییز سال 1355 در شوی استودیوی 11 به کارگردانی فرشید رمزی به اجرای ترانه پرداخت. ابی لیتلز که قرار بود آلبوم و اجرای مشترک به همراهی دمیس روسوس و بیژن قادری در یونان داشته باشد، با وقوع انقلاب از ادامه فعالیت هنری باز ماند. در سال 1367 به همراه خانواده به اتریش کوچ کرد. سپس در سال 78 به لس آنجلس رفت. ابی لیتلز سرانجام در 19 شهریور سال 1404 در 75 سالگی چشم از جهان فرو بست.